فرمانده، ما تو ثروت ترامپ گم شدیم. عمارت چیزی حدود 114 تا اتاق داره. ما یه تونل مخفی اینجا پیدا کردیم. همه چیز از طلاست. سلام رفقا، قراره توی این ویدیو راجع به ثروت ترامپ حرف بزنیم. مکالمه‌ای که قبلا شنیدی برمیگرده به زمان ورود نیروهای اطلاعات مرکزی آمریکا یعنی CIA به یکی از عمارت‌های ترامپ. اما اون عمارت فقط یک ماهی از اقیانوس ثروت ترامپه. قراره توی این ویدیو چیزای عجیب زیاد ببینی. پس تا آخر ویدیو همراه من باش. بالاخره باید یکی اینا رو بهت نشون میداد. آخر این ویدیو تو رو میبرم به گرونترین منطقه آمریکا، جایی که برج آسمون خراش ترامپ خودنمایی میکنه. آخر این ویدیو رو به هیچ وجه از دست ندید. بیایید از چیزی که دستشه شروع کنیم. علاقه همه ثروتمندان برای خرید ساعت‌های گرون چیزی ثابت شده است و می‌بینیم ذوق ثروتمندان برای خرید ساعت‌های رولکس روز به روز داره بیشتر میشه. ساعت رولکس آبی پلاتینیومی ترامپ به تنهایی $200,000 قیمتشه. ولی وقتی راجع به ثروت و دارایی‌های یک شخص حرف می‌زنیم، چیزی که توجه همه به خودش جذب می‌کنه ماشین‌های میلیون دلاری اون شخصه. پس بریم سراغش. هر کدوم از میلیاردرهایی که راجبشون صحبت میکنیم داستانشون اینجوری شروع میشه: اون در یک خانواده فقیر به دنیا اومد. اما داستان ترامپ فرق داره. اولین ماشین ترامپ یک رولز رویس 1956 بود، یک ماشین که هیچ وقت نمیتونیم تو دسته معمولی ها قرارش بدیم. این ابر ماشین تو زمان خودش قیمتش چیزی حدود $35,000 بود. ماشین بعدی که ترامپ خرید یک رولز رویس فانتوم بود به قیمت $300,000. نمیتونی یک ثروتمند آمریکایی باشی و یکی از خاص‌ترین و گرون‌ترین ماشین‌های آمریکایی زیر پات نباشه. اما قبل اینکه بریم سراغش لطفاً ویدیو رو لایک کن. دمت گرم. ماشین بعدی ترامپ یک شورلت کاماروی مخصوصه. این یکی رو تو قیمتشو بگو رفیق. تموم شد، امکان نداره. لامبورگینی اسمی آشنا برای عاشقان سرعته. ثروت به طور عجیبی رابطه‌ای دوستانه با عاشقان ماشین‌های سریع داره. ترامپ صاحب یکی از خاص‌ترین و شاهکارترین مدل‌های این شرکته. لامبورگینی کلاسیک 1970 دیابلو به قیمت $490,000. از این ماشین رفیق من فقط 400 دستگاه تو کل جهان وجود داره. هنوز تموم نشده. دونالد ترامپ صاحب یک مرسدس بنز SLR مکلارن هم هستش. قیمت این ماشین بین بازه $350,000 تا $500,000. مطمئنم میدونید رئیس جمهور آمریکا نیازمند یک ماشین فوق امنیتی هستش. این ماشین گرونترین ماشین ترامپه. یک لیموزین ضد گلوله، ضد بمب، ضد نارنجک، دارای گاز اشک‌آور، دارای تفنگ و هر چیزی که برای محافظت از ترامپ لازمه. قیمت این ماشین، ببخشید این ماشین بتمنه، قیمت این ماشین $1.5 میلیون. بیاید ماشینا رو بذاریم کنار. میتونه یه دونه موتور $50,000 قیمتش باشه؟ موتور طلایی ترامپ فکر کنم همتون دیگه ماجراشو میدونید. یکی از عجیب ترین و در این حال لاکچری ترین و لوکس‌ترین موتورهای دنیاست که با طلای 24 عیار تزیین شده و ترامپ از اون به عنوان یک وسیله تزیینی توی هتلش استفاده میکنه. رفقا این موتور قیمتش $50,000. جت‌های شخصی و هلیکوپترها خط تمایز ثروتمندای معمولی با مولتی میلیونراست. بیاید بریم به سراغ پرندگان دونالد ترامپ. کوروسکی 7ES هلیکوپتر مورد علاقه ترامپه. دلیل استفاده بیش از حد طلا هم توی این هلیکوپتر شاید فقط همین اسم باشه: ترامپ. یه لحظه هر چی دارم میگم برات جز دارایی‌های کوچیک دونالد ترامپه. عجیب ترین و با ارزش ترینشو گذاشتم برات آخر ویدیو. کمربند، جالیبانی، دستگیرها و نقش نگارهای این هلیکوپتر از جنس طلاست. شاید داشتن یکی از این هلیکوپترها هر کدوم از ما رو حسابی خوشحال کنه، اما دونالد ترامپ نه. از این مدل هلیکوپتر ترامپ 3 عدد تو لیست دارایی‌اش داره. قیمت هر کدوم از این هلیکوپترها $7 میلیون، یعنی در جمع چیزی حدود $21 میلیون. از این هلیکوپتر برای گشت شهری تو آسمان نیویورک یا نظارت بر روی پروژه‌های مختلف استفاده میشه. لیست دارایی‌ها داره جذاب‌تر هم میشه. کشتی به اسم پرنسس ترامپ، کشتی $30 میلیون که دارای دستشویی از جنس طلا، 11 تا اتاق خواب و 4 تا آسانسور، باند فرودگاه و هزاران امکانات دیگره. فقط یه لحظه فکرشو کن. $30 میلیون کشتی بخری، بعد 3-4 بار بیشتر سوارش نشی چون خیلی دوست داشته باشی سفر دریایی کنی. وسیله مورد علاقه ترامپو دقیقاً الان بهت میگم: جت شخصی ترامپ.
چند سال پیش تو رسانه‌های آمریکا یه خبر پخش شد، ترامپ و خرید 100 میلیون دلاری. این خبر جزئیات زیادی داره، از کجاش بگم و واقعا نمیدونم. شاید بتونیم بدون اغراق بگیم همه چی این جت از طلاست، از دستشویی، حموم، کمربند تا بس کن. این جت 44 نفره شامل امکاناتی چون یک تیم خدمه مخصوص با آشپز و سرآشپز ویژه، شامل اتاق شامخوری، اتاق سینما و میز کاره. آقا قبول، تا اینجا دارایی ترامپ خیلی خفم، اما قرار نیست که توی هلیکوپتر و جت و هواپیما و کشتی و از اینجور چیزا ترامپ زندگی کنه. بیایید بریم سراغ عمارت‌های فوق لاکچریش. اما قبل اینکه بریم سراغش، لطف کن نظرتو برام کامنت کن و اینکه خیلی برام مهمه، واقعا برام مهمه. لطفا نظرتو برام کامنت کن و اینکه بهم بگو که نفر بعدی که راجع به ثروت و دارایی‌هاش حرف بزنیم کی باشه. ورزش مورد علاقه این مولتی میلیاردر آمریکایی گلفه و به خاطر همین امارتی و در ویرجینیا یکی از مناطق‌های بی‌نظیر برای بازی گلف خریداری میکنه. قیمت این امارت 1.5 میلیون دلار. بریم سراغ ساختمون بعدی. منطقه منهتن نیویورک آمریکا یکی از گرونترین مناطق آمریکاست. تو سال 1984 بلندترین ساختمانی که توی این منطقه وجود داشته یک آپارتمان 11 طبقه‌ای بوده. ترامپ با ساخت یک برج 58 طبقه‌ای اولین ساختمان بلند و سوپر لوکس نیویورک رو همراه با فروشگاه، دفترهای کاری و آپارتمان‌های مسکونی مجلل بنا میکنه. همه جای این برج طلا و نقش‌نگارهای مختلف کار شده. تو ویدیوهای مختلف، چه یوتیوب فارسی چه یوتیوب خارجی، قیمت‌های مختلفی راجع به این برج گفتن. حقیقتا من نمیخوام یه رقم الکی به این رقم‌ها اضافه کنم. طبق تخمینی که زده شده، ارزش کل خونه‌های ترامپ چیزی حدود 122 میلیون دلاره و این برج هم تو اون لیست قرار میگیره. البته با این اختلاف که گرونترین دارایی ترامپ همین برجه. عمارت لاکچری بعدی ترامپ تو منطقه شخصی خودش در زمینی به مساحت 280 هکتار مربع که دارای 3 سقف مجزا و 16 اتاق خواب فول امکاناته. قیمت این عمارت یه چیز حدود 7.5 میلیون دلاره. اما ساختمون فوق ویژه ترامپ تو ساحل فلوریدا است که یک سری امکانات این عمارت اونو با همه دارایی‌های ترامپ متمایز میکنه. مثلا یکی از ویژگی‌های عجیب این عمارت یک تونل مخفی زیر این عمارته که به گفته ترامپ برای حفاظت از جون ساکنین این ساختمون هنگام عملیات‌های تروریستیه. اما از جنبه‌های زیبایی این ساختمون بخوایم بگیم، به سبک خاص معماری داخلی این عمارت و یک استخر با چشم‌انداز زیبا رو به دریا و یک رستوران با شف‌های ویژه داخل خود عمارت میتونیم اشاره کنیم. قیمت این ساختمون طبق فرمایشات چیزی حدود 11 میلیون دلاره. نمیدونم باور کنی یا نه، عمارت‌های تهران واقعا گرون قیمتن، اما گرانترین خونه‌های تهران فقط یه لوکیشن آمریکا و ایران کم داره از خونه‌های تهران. باور نمی‌کنی؟ الان لینکش میاد، خودت برو ببین.